اولیای عزیز سلام. برای اینکه تو ایام امتحانات بتونید به فرزندتون کمک بکنید 3 راهکار بهتون میگم، اینا رو حتما رعایت کنید. 1. تنجیبل باشید. به دانش آموزتون پاداش قابل لمس بدید. غذایی که براش دوست داره رو درست کنید، بازی که باش دوست داره رو انجام بدید، فیلمی که دوست داره رو ببینید. بعد از امتحان وقتی خسته است، وقتی تلاش زیادی کرده، حتما یک پاداش قابل لمس به دانش آموزتون بدید که احساس ارزشمندی بکنه. 2. در زمینه احساسی باید شما ساپورت کنید دانش آموزتون. یعنی چی؟ خیلی موقع‌ها ما فقط باید شنونده خوب باشیم و حرفای دانش آموز رو قضاوت نکنیم، به خصوص بعد از امتحان که دانش آموز خسته است و عصبی. و 3. باید فیدبک درستی، نتیجه عملکرد درستی به دانش آموزتون بدید. یعنی نباید بهش دروغ بگید، نباید متوهمش بکنید. اگر برای امتحان تلاش زیادی کرده بهش بگید، اگر برای امتحان تلاش کمتری کرده بهش بگید، ولی محدود. خیلی ادامه ندید اینو، چون ممکنه حس بدی بکنه. بچه‌های عزیز، این ویدیو رو برای اولیاتون بفرستید، چون اگر اولیا کنار شما باشن، موفقیت شما تو ایام امتحانات و همچنین برای کنکور سراسری دوچندان میشه. امیدوارم که موفق و پیروز باشید.